مهمترین و بهترین صفت‌های زنان از نگاه ابن سینا از کتاب تدبیر منزل او. به نظر ابن سینا بهترین و مهمترین صفت‌های زنان در شمار زیرند: یکم، خردمند باشد. دوم، دیندار باشد. سوم، با شرم باشد. چهارم، زیرک و با فراست و هوشیار باشد. پنجم، دوستدار و با محبت باشد. ششم، ولود باشد، یعنی زاینده باشد، فرزند تولد کرده تواند. هفتم، زبان دراز نباشد. هشتم، اطاعتکار باشد، یعنی فرمانبردار شوهرش باشد. نهم، پاکدل و بیغش و بیکینه باشد. دهم، در پشت سر مرد و حال غیبتی او امین باشد، یعنی در نبودن او امانتدار او باشد. یازدهم، وزنین و سنگین باشد. دوازدهم، با وقار باشد، یعنی با تمکین و بردبار باشد. سیزدهم، با هیبت باشد. چهاردهم، در مقام خدمت به شوهرش تکبر نورزد، بلکه فروتن و خاکسار باشد. پانزدهم، تدبیر کار و کردارش را خوب و نیکو بنماید. شانزدهم، اندکی شوهرش را با صرفه‌جویی زیاد کند. هفدهم، گرد و غبار حزن و اندوه را از دل شوهرش به واسطه اخلاق نیکو و زبانش پاک کند و غم و غصه شوهرش را با لطف مدار خود تسلیت دهد.